سلام دوستی عزیز ارجمندم. دکتر زیاد فجعبلی هستم، شاگرد استاد دکتر طاهری و شاگرد دیگر اساتید محترم. حالتی که ما از تاجیکستان اومدیم تهران، از تهران جزیره کیش اومدیم و با برنامه‌های اساتید خیلی خرسند هستم و خیلی چیزا را از اینجا آموخته هستم. و استاد عزیز شما مثلا امروز که در طول سوم کنفرانس سفری ما هست، چه چیزا را در شاگردان دیده و چه احساسات خوبی را در اینجا مشاهده کردی استاد؟ کمتر بیننده ما در سخن که بیننده ما کردم، جهان دیدم، روح پیر و جوان دیدم، ولی این ملک آزادم نمی رفتی تو از یادم. ما از تاجیکستان آمدیم، هر روز تاجیکستان رو یاد میکنیم. از هر یک جا باید ما یک چیز آموزیم، در اونجا رفته تجربه حیاتی تطبیق کنیم. برای مقصود مرام ما دوستی بین خلقها رفت و آمد، تشکیل کردن همه سمینار و کنفرانس و آموزش از یکدیگر. ما ببینید ما خلیج فارس دیگه نبودیم، رفتیم اونجا سیاحت کردیم، با حیات زیر زمینی رستنی ها ماهی ها آشنا شدیم، با حیات مردمی اینجا چه وقتش خوش میگذرونند. البته همه واقعی های یک کتاب هست، یک معنویات خودش دارد. نه دوام صحبت. بله زنده باد. دکتر استاد حکمت الله، شما کم نظر خود را ابراز داره که در این چی استفاده خوبی کرده، در این یک حاشیه همایش رو بگید بر بیننده ما. دوام 4 روز می شود که ما در کشور ایران هستیم. دوام این 4 روز از بسیار جای تاریخی دیدن کردیم، یک تصورات احساسات خیلی بلند برداشتیم و مرحله اول سفر ما شروع شد از شهر کیش، جزیره کیش که در آنجا خلیج فارس بود. بسیار جای تاریخی دیگر را دیدن کردیم و سفر نوبتی ما از این شهر و از این جزیره بر شهر همدان هست. ما نصیب کنه پگاه در شهر همدان میشویم، در آنجا یک کنفرانس علمی ادبی فرهنگی طبی برپا میگرده. نیت است در آنجا ما اشتراک کنیم و سخنرانی کنیم. بیشتر میخواهیم از کشور خود معرفی کنیم پیشروهای ما رو. بیننده از این ما رو پیگیری کنید تا صحبت های دیگر. خدا نگهدار.